سلام. امروز قرار درباره یه چیز دیگه حرف بزنیم که خیلی بی سر صدا وارد زندگیمون شده ولی کم کم داره پایه‌های اعتماد به نفس و تمرکزمون رو از بین میبره. یعنی سوشال مدیا. تو این اپیزود درباره اعتماد به نفس صحبت میکنیم و اپیزود بعدی قرار در رابطه با تمرکز باشه. سوشال مدیا چیزیه که هممون تو طول روز چندین بار میریم سراغش. شاید اصلا همین صبح که بیدار شدی ناخودآگاه دستت رفته سمت گوشی. یه چک کردن ساده یا یه اسکرول کوچیک. ولی همین چیزهای کوچیک گاهی میشن ساعتها وقت و یه عالمه فکر که درگیرت میکنن. بیا ببینیم این چک کردنهای بی هدف دقیقاً چه تأثیری روی حال و روانمون میذاره. چون خیلی وقتا بدون اینکه بفهمیم داریم خودمون رو با چیزی مقایسه میکنیم که اصلا واقعی نیست. از خودم شروع میکنم. راستشو بخواین من خودم چندین بار شده که یه پست یا استوری گذاشتم، نه صرفا برای اینکه لحظه رو ثبت کنم، نه، برای اینکه بقیه ببینن، لایک کنن، کامنت بذارن تا شاید حس کنم دیده شدم. و وقتی واکنشی که میخواستم نمیومد چی؟ صدای ته ذهنم میگفت تو به اندازه بقیه خوب نیستی ولی لیاقت دیده شدن نداری. و خب این بیرحمی نسبت به خود رو خیلی دارن تحت تاثیر فضای مجازی تجربهش میکنن. خیلی وقتا اون صدایی که ته دلمون باعث میشه خودمون رو کوچیک ببینیم انقدری ناواضحه که حتی متوجه نمیشی این حس بدی که اخیراً نسبت به خودت داری از کجا اومده. خیلی وقتا این حس با یه اسکرول ساده شروع میشه. مثلا صبح هنوز چشمات درست باز نشده ولی دستت ناخودآگاه میره سمت گوشی. اینستاگرام رو باز میکنی. اولین استوری دوستت توی کافه‌ایه که تو همیشه دوست داشتی بری. استوری بعدی یه آدمیه که بدن فیت داره، پوستش صافه و داره همون لایف استایل رو نشون میده که تو همیشه میخواستی داشته باشی. نفر بعدی یه آدمیه که توی 18 سالگی یه بیزنس رو انداخته و الان داره از موفقیت‌هاش میگه. و تو هنوز تو تختی. پتو رو کشیدی رو سرت و ذهنت شروع میکنه به زمزمه کردن. چرا من اینجوری نیستم؟ چرا عقبم؟ چرا همه موفق شدن به جز من؟ چرا من هیچ وقت اندازه بقیه پرفکت و بی‌نقص نبودم و نیستم و نخواهم شد؟ و خب اصلا مشکل از تو نیست. تو صرفا تازه از خواب بیدار شدی. اما این مقایسه یه ایراد خیلی بزرگ داره. ما بدون اینکه بفهمیم خودمون رو میذاریم کنار زندگی ادیت شده بقیه. خودمون رو تو عادی ترین حالت یه آدم توی یه روز کاملا عادی با یه عکس، یه کپشن یا یه لبخند تو نور کامل که ادیت شده است و از قبل براش آماده شدن مقایسه میکنیم. ولی نمیبینیم اون آدم شاید پشت اون عکس 1000 بار گریه کرده، 1000 بار شکست خورده، دقیقا مثل خود ما. چون هیچ فردی تو سوشال مدیا از این سیاره دیگه نیومده. یه تحقیق توی دانشگاه پنسیلوانیا نشون داد که استفاده از سوشال مدیا مخصوصا وقتی به شکل مقایسه‌ای باشه با افزایش افسردگی و کاهش عزت نفس در ارتباطه. جالبه که وقتی استفاده از سوشال مدیا رو برای شرکت کننده های این تحقیق به 30 دقیقه در روز محدود کردن، شرکت کننده ها احساس شادی و رضایت بیشتری از زندگی داشتن. یعنی کمتر دیدن، کمتر مقایسه کردن و نتیجه حال بهتری داشتن. حالا بیا بریم یه لایه جلوتر. ما تو اینستاگرام یا تیک تاک چی کار میکنیم؟ عکس میذاریم، ویدیو پست میکنیم، منتظر میمونیم ببینیم چقدر لایک گرفتیم یا کی کامنت گذاشته. و همون موقع که نوتیف لایک ها میاد مغز ما خوشحال میشه. چون حس میکنیم به اندازه بقیه خوب بودیم و ارزش دیده شدن داریم. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش دوپامین. دوپامین ماده‌ایه که وقتی احساس پاداش میکنی ترشح میشه. حالا این پاداش میتونه تیکه شکلات باشه یا یه نوتیف لایک. تا حالا برات پیش اومده یه پست بذاری، بعدش هر چند دقیقه یه بار بری ببینی چند نفر لایکش کردن؟ میدونی چرا انقدر بهش وابسته میشیم؟ به خاطر اینه وقتی لایک میگیری مغزت یه ماده‌ای ترشح میکنه که اسمش دوپامینه، همونطور که گفتم. این همون چیزیه که وقتی شکلات میخوری، عاشق میشی یا توی یه بازی برنده میشی تو مغزت ترشح میشه. یعنی یه جورایی مغزت داره بهت جایزه میده. حالا تصور کن هر لایک یه دکمه است که این چیپ دوپامین رو روشن میکنه. یه لایک یه دوز از دوپامین، یه نوتیفیکیشن یه حس خوبه دیگه. همین میشه که ناخودآگاه میریم دنبال لایک بیشتر.
چون مغز یاد گرفته که اینطوری حال خوب میگیره. ولی مشکلش چیه؟ این حال خوب مصنوعیه، سطحیه، موقتیه. و وقتی لایک نباشه، حس بی‌ارزشی، بی‌حوصلگی و حتی افسردگی میاد سراغمون. یعنی چی؟ یعنی یه چیز کوچیک مثل لایک شده راه کنترل مغز ما. یه تحقیق توی سال 2017 توسط برو و رینون نشون داد که افراد وقتی لایک بیشتری دریافت میکنن به طور موقتی اعتماد به نفس بیشتری تجربه میکنن. اما وقتی اون پست بازخورد نمیگیره چی؟ وقتی کسی کامنت نذاره یا لایک کم بیاد، همون دوپامین که قرار خوشحالمون کنه حالا چند برابر باعث ناراحتیمون میشه. چرا؟ چون پیک دوپامین ریزش شدیدتر از وقتیه که میره بالا. پس ما توی یه چرخه گیر میافتیم. یه جور اعتماد به نفس مشروط به تایید بیرونی. و این خیلی خطرناکه. چون وقتی دیگه کسی توجه نکنه خودت هم حس میکنی ارزشمندیت از بین رفته. ولی ارزشمندی ما نباید عدد داشته باشه. ما کم کم عادت کردیم که خودمون رو با عدد بسنجیم. چند فالوور، چند لایک، چند تا بازنشر. و آدمی که با عدد سنجیده میشه خودش رو گم میکنه. ببین من نمیخوام بگم سوشال مدیا بده، نه. اتفاقا کلی خوبی داره، ما ازش چیز یاد میگیریم، الهام میگیریم، با هم در ارتباطیم، حتی محتوای فان داره و عده خیلی زیادی از این محیط دارن کسب درآمد میکنن. ولی اگه حواسمون نباشه همین ابزار میتونه آرامش درونمون رو آروم آروم خراب کنه. یه جوری که دیگه نتونی بدون تایید بقیه از خودت راضی باشی. یکی از تلخ‌ترین تاثیرات سوشال مدیا روی اعتماد به نفس اینه که حتی وقتی یک کاری رو درست انجام میدی بازم احساس رضایت نمی‌کنی. این موضوع چیزیه که خودم بارها باهاش درگیر شدم. چرا؟ چون بلافاصله میری سراغ اینستاگرام و میبینی یکی همون کاری که تو کردی رو توی ابعاد بزرگتر و به مراتب بهتر از تو انجام داده. مثلا تو رژیم ساده گرفتی ولی اون 20 کیلو کم کرده. تو اولین تجربه کاری تو شروع کردی و اون یکی به تازگی صاحب بیزنس خودش شده. تو تونستی ساعت خوابش رو میزون کنی و اون یکی از 5 صبح روزش رو شروع میکنه. این حالت اسمم داره. بهش میگن مقایسه موفقیت ها. برای وقتیه که حتی موفقیت ها هم به چشمت نمیاد. چون تو ذهنت موفقیت بقیه بزرگتره. انگار مرغ همسایه قازه. حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ راه حل واقعی چیه؟ نمیخوام شعار بدم. فقط چیزایی رو میگم که خودم امتحان کردم و آرومم کرد تا از این فضا به جای فرار کردن و آرامش بیشتری استفاده کنم. از خودت بپرس چرا دارم این پست رو میذارم؟ آیا واقعا دلم میخواد این لحظه رو ثبت کنم یا دنبال تایید بقیه‌ام؟ سعی کن استفاده آگاهانه داشته باشی. به جای چک کردن مداوم یه ساعت مشخص تو طول روز بذار که فقط همون موقع بری سراغ سوشال مدیا. و سعی کن صبحا وقتی تازه بیدار شدی یا آخر شب که میخوای بخوابی ذهنتو از این فضایی که براش تنش ایجاد میکنه دور نگه داری. پیج هایی که حالتو بد میکنن حذف یا میوت کن. لازم نیست کسی رو فالو کنی چون فقط بقیه دنبالش میکنن یا اینکه محتواش ترند شده. محتوای الهام بخشتر رو دنبال کن. صفحه هایی که درباره رشد فردی، روانشناسی، هنر یا حتی جوک های بی‌مزه و باحال پست میذارن. این صفحه ها خیلی بیشتر بهت حال میده تا پیجایی که مقایسه محورن. گاهی یه روز کامل سوشال مدیا رو بذار کنار. یه روز کامل گوشیتو بذار کنار، ببین چه حالی میشی. قول میدم اولش سخته ولی بعد حس میکنی سبک‌تر شدی. اما در نهایت کنار همه این راه حل ها این رو باور کن که فضای مجازی تعیین کننده ارزش تو نیست و تمام کسایی که اونجا حضور دارن تو زندگی واقعی خودشون کاملا عادی‌ان. تا همونقدر که الان هستی کافی. نه لایک بیشتر، نه فالوور بیشتر، نه پوست بی‌نقص، نه سفرهای گرون. هیچ کدوم تو رو تبدیل به آدم بهتری نمی‌کنه. ارزش تو به تعداد فالوورات نیست، به این نیست که پست چند تا لایک گرفته. تو ارزشمندی چون داری تلاش میکنی، چون واقعی، چون نفس میکشی و زندگی میکنی. به همینا کافیه. سوشال مدیا یه ابزار خیلی قدرتمنده. ولی اگه نذاری ازت استفاده کنه، تو میتونی ازش درست استفاده کنی. و اعتماد به نفس واقعی فقط وقتی میمونه که از درون بیاد. نه از تایید آدمایی که شاید حتی تو رو نمیشناسن. تا اپیزود بعدی به خودت سخت نگیر. چون لیاقت تجربه کردن عشق و محبت رو داری. و قبل از هر کسی خودت باید اینا رو به خودت بدی.